پشت صحنه ترانه فیروزه بانو. تا آخر با ما همراه باشید و برای حمایت از ما علامت سابسکرایب را فشار دهید. سلام، وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای چینل خوش آمدید. فیروزه بانو از آهنگ‌های معروف و زیبای احمد ظاهر، آوازخوان افسانه‌ای افغانستان است که آن را 1 سال قبل از سفر بی بازگشت خود در استودیوی آریانا موزیک ضبط و اجرا نموده است. ترانه این آهنگ را استاد شاولی ترانه‌ساز از آهنگسازان معروف افغانستان ساخته است. استاد شاولی ترانه‌ساز برای دختر بزرگترش عذرا آهنگی ساخته بود به نام عذرای منی جانم صدقه که با صدای احمد ولی پخش و شهرت زیادی کسب کرده بود. استاد ترانه‌ساز مرد مهربانی بود، فرزندانش را چون جانش دوست داشت و فضای خانه او آکنده از صفا و صمیمیت بود. در یکی از روزها که پدر فرزندان را طبق معمول به سوی مکتب می-برد، احساس می-کند فیروزه دختر کوچکترش ناراحت است و دلیل این ناراحتی حسادت به آهنگی است که برای عذرا خواهر بزرگتر او ساخته شده بود. فیروزه 10 و یا 11 سال سن داشت و شوخ و بازیگوش بود. آن روز لباس مکتب بر تن کرده بود و برخلاف روزهای دیگر چادر نیز بر سر گذاشته بود. استاد ترانه‌ساز همین که به دفتر کارش می‌رسد می‌گوید امروز دخترم به یک بانو شبیه بود. فیروزه بانو. واژه بانو در ذهن استاد به جرقه الهام بخشی مبدل می‌شود و آنگاه به نوشتن ترانه فیروزه بانو می‌پردازد. خانم فیروزه دختر شاولی و نقش اول این ترانه میگوید همان روز که پدرم این شعر را می نوشت احمد ظاهر وارد دفتر رستوران می شود و می پرسد که حتما شاولی جان آهنگ تازه‌ای می سازید. پدرم برایش می گوید برای دختر بزرگترم آهنگی ساخته بودم که آن را احمد ولی خوانده است و به این خاطر احساس کردم که فیروزه دختر کوچکترم از من ناراحت است و حالا این آهنگ را برای او می سازم. وقتی احمد ظاهر این شعر و آهنگ را می شنود می گوید شاولی جان همین آهنگ را بدهید من بخوانم. پدرم می گوید 1000 دفعه. فیروزه ولی در بخش دیگری از صحبت‌هایش می گوید احمد ظاهر مرد خیلی مهربان بود و به کودکان علاقه عجیبی داشت. هر کودکی که در زمان حیات احمد ظاهر با او مواجه شده بود بدون تردید از محبت و شفقت بی‌نصیب نمانده است. احمد ظاهر نیز که تصور کرده بود من نسبت به خواهرم و آهنگی که پدرم برای او ساختن ناراحت شده ام، در زمان ضبط آهنگ فیروزه بانو و پدرم و احتمالاً مادرم که در آنجا حضور داشتم میگوید و فیروزه جان بگویید آهنگ عذرا جان را که احمد ولی خوانده از تو را من میخوانم و دست خود را به سینه اش زده میگوید احمد ظاهر میخواند. از اینکه احمد ظاهر چند بار به ایران سفر کرده و در آنجا با جمعی از هنرمندان افغانستانی کنسرت‌هایی اجرا کرده است، میان طرفداران او شایعه‌ای وجود دارد که این آهنگ را او برای شهبانو فرح پهلوی همسر محمد رضا شاه پادشاه ایران خوانده و در کنسرتی اجرا کرده است. ولی نظر به زمان ساخت و ضبط آهنگ که به قول جناب اشپاری سال 1357 می باشد، احتمالاً اجرای آهنگ در ایران و پیشکش آن به شهبانو فرح را رد می کند.